اگه میخوای فرمت عکساتو در از چند ثانیه عوض کنی جایی نرو، فقط این ویدیو رو تا آخر ببین. سلام، من سهیلم و به این ویدیو خیلی خوش اومدی. همونطور که گفتم چجوری میتونیم فرمت عکس‌ها رو در از چند ثانیه عوض کنیم. کافیه بیایم توی گوگل ترنسلیت، نه گوگل ترنسلیت یعنی گوگل، حالا ترنسلیت اشتباهه. بیایم بزنیم change image format. اینو میزنید، سرچ میکنید، اوکی رو میزنید، تمام میشه میره. همین سایت اولی که آورد image converter online. خیلی ساده، میرید داخل سایت. خب حالا اومدیم داخل سایت. چیکار میکنیم؟ میایم تو این قسمت select image رو باید بزنیم images. مثلا میایم یه عکس رو بهش میدیم، مثلا این عکس رو نکنید، این جی پگ میدم بهش، اینجا آپلود میشه. خب این عکس جی پگ خودش هم زده، حالا کیفیتش و همه چیش. خب کافیه فقط بیایم پایین. حالا این جی پگ مثلا من میخوام پی ان جی باشه، کافیه بزنیم convert images، همین پی ان جی رو دانلود میکنه مثلا واسمون. یا مثلا میخوایم گیف باشه یا وب پگ باشه یا هر مثلا پی دی اف باشه، حالا فرمت های مختلفی که داره. مثلا من میزنم همون مثلا گیف باشه، مثلا convert images رو میزنم، اینجا converting صورت میگیره، عکس واسه ما تولید میکنه، درست میکنه به اون فرمت. و حالا اینجا کافیه بزنیم دانلود، به حالت گیف درش آورده. و حالا کافیه بزنیم دانلود رو بزنیم. حالا تو این قسمت اگه آورد راست کلیک میکنید، سیو ایمیج از رو میزنید و بعد یه دونه سیو میزنید، گیف رو سیو میکنه واسهتون. به عنوان یه گیف عکس رو به اصطلاح تبدیل به گیف کردیم و سیوش کردیم. به این راحتی شما میتونید فرمت عکساتون رو عوض کنید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایکش کنید، سابسکرایب کانال رو هم واسه ویدیوهای بیشتر فراموش نکنید. دمتون گرم. فعلا تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.